سلام بچه، خوش اومدید به اولین ویدیوی کانال من و اسم من علیرضا و میخوایم آموزش فارم کریکینگ بهتون یاد دادن که بتونید ازش کلی رزین بگیرین. حالا رزین به چه درد میخوره، اصلا چرا باید درست کنید؟ رزین اینا که باید به خاطر که اینا رو به دست بیاریم باید بیاین داخل این بایم که بخواین رزین بگیرین و شما به این ماب ضربه بزنی. خب در تو که این به سمت نشه و از این رزینا میگیرین. این ماب هر چقدر بزنیم مگه که مثلا یه قلب که داره رو بخوای بکنی، اینطوری که بکنی یعنی میمیره. حالا این رزینا به چه دردی میخوره؟ اول اینکه میتونی مثلا بذاریم بپزه. خب حالا ما نصفشو برمی‌داریم، میتونیم بذاریم بپزه و با اینا میتونی یه بلاک جدیدی هم توی اگه 9 تا کنار هم بذاری 2000 years later. اینا از این بلاک ها میده. حالا با این بلاک ها اگر این بلاک رو وسط بذاری، الان که میتونی با همین بلاک رو تبدیل به از این یه چوب از این بایون و یه چوب میتونی قلبش رو درست کنی. تمام متریال هایی که میخواد اینا، یه دونه ریپیتر 20 ساق از این قلباش دیگه، 10 تا پیستون، 4 تا بلاک رستون، یه دونه بخشید یک دونه اسمش بگو ابزرور، یه دونه استیکی پیستون و یه دونه لوه. اینا هم که داشته باشیم بدن و یه شمشیر که بخوایم باشون بزنیم و این متریال دیگه است که اونا بعدا بهتون میگم. اگر صدای کم زیاد بوده نمیفهمید یکم ببخشید، الان کم کردم دیگه. و این فارم فقط توی شب کار میکنه و این فارم برای کامپیوتر کار میکنه هم برای موبایل. اول باید برین رو هوا، حتما باید این فارم رو هوا درست کنی. چرا؟ چون کریکینگ ها میتونن رو زمین، اسمش حداقل 60 بلاک 32 بلاک بعد فاصله باشه که من میگم 60 بلاک بریم بالا تا فارم تو کامل کار کنه. مثلا من الان ارتفاع منفی 59 بودم، یعنی تو ارتفاع 0 کار میکنم. خب من میرم از ارتفاع منفی 1 این 0. حالا روش یک بلاک میذاریم و اینجا یه دقیقا میخوام مثل این فرم که اینجا هست به تو آموزش فضای درست میکنیم. اوکی، وقتی یه فضای درست کردیم یه فضای درست کنیم، مثلا 2 3 4 1 2 3 4 5 یه فضای 6 در 7 درست کنیم. اوکی، بعد میان از این دوتا ریل رو اینجا میان یه دونه رستون بلاک میذاریم، یه دونه از این پاور ریلا، بعد اینطوری این ریلا رو به این صورت صورتی که من میذارم شما بذارین اینطوری. بعد اینجا میریم به بیرون، میتونی این دوتا هم بکنی. اوکی، و جاش از این که ماینکارت اون وسط ها وای نسته. حالا شما میان روی این چوب، روی همه ریلا چوب میذارن. حالا هر چوبی شد اصلا بلاک بذاری، اصلا کل این فارم با هر بلاکی میتونین درست کنید. اوکی، میاین اینجا هم بلاک میذاری. خب حالا من بذارم به این صورت. بعد از اینجا 10 بلاک چوب میذاری، میریم بالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 به همین صورت. حالا درست میکنم. میام یک اشتباهی کردم، سنچوار نباید بلاک بذاری، به جاش باید شما 5 تا پیستون عادی بذاری اینطوری. اوکی، میرسیم بالا، اینجا یه بلاک میذارین، یک دیگه میذارین، یه بلاک دیگه 3 تا میاد. بعد اینجا هم بلاک میذارین، این دوتا رو میکنی و اینجا هم پیستون میذارین، یعنی با فاصله یه دونه بلاک پیستون میذارین. بعد اینها رو هم میکنی، بعد میان اینجا رو میکنی، یه دونه رستون بلاک میذارین، اینجا رو یه دونه چوب میذارین، اینجا رو یه دونه از این ریپیتر رو میذارین تیکت 2. اوکی، بعد اینجا رو به این صورت بلاک میذارین، بعد اینا رو برمیدارین روی پیستون رو نبخشید داشته باشید.
اینجا نباید بذارم. لاکو باید اینجا رو گذاشتیم پشت اینا بلاک بذاریم و پشتش هم ارستون بذاریم به این صورت. بعد میان زیر این پیستون ها میکنی، از این تارگت بلاک ها میذاریم، بعد ردستون میذاریم. به دلیلی که ما تارگت بلاک میذاریم که ردستون بهش بچسبه. مثلا این بلاک عادیه هم تو که بینی ردستون بهش نمیچسبه، پس باید حتما از اینا باشه. بعد اینو بیارین به این سمت. شما یه تارگت بلاک اینجا بزنین، اشتباه شد 5-6 تا میخواد. یه بلاک دیگه هم باید روش بذاریم. خب بعد یه ابزرور که گفتم میخواد برمیداریم به جهت پایین میذاریم. مثلا این ابزرور ما جهت داره، میای به جهتی که پایین باشه. خب بذارم بهتون میگم به این صورت. مثلا این ابزرور میبینی یه جاش نقطه ایش یه صورت، مثلا این بلاک میذاریم سیگنال رو به پشت مثلا اینجا بذاریم، نگاه یه تغییر محض کردن و این کار میکنه به این صورت. بعد میایم این استیکی پیستونمون رو برمیداریم به این صورت. خب یه استیکی پیستون میذاریم، یک دونه لول اینجا میذاریم و من این دکمه رو بزنم میبینیم که اینطوری شما دقیقا همینو میخوایم که اینطوری بشه. حالا میتونی اینجا رو بلاک بزنیم دقیقا تا لبه این چوبا. بعد اینجا رو هم به هم وصل کنیم و یه سقفی درست کنیم، مثلا سقفی که یه بلاک بالاتر از این بلاک، یعنی اینجا توری درست بکنی. بعد اینجا هم بیاین چوب بذارین، شیشه بذارین، هر چیزی که میخوایم بذارین. حالا تزییناتشون با خودتون، حالا من از اینا دوست دارم بذارم. حالا یک کاری که خیلی مهمه، باید تمام روی این بلاک ها اسلب بذاریم. دلیلش هم چیه؟ چون این کریکینگ ها رو همه بلاک ها اسپا میشه، حتی روی ردستون. خب با اینکه بقیه ما روی ردستون اسپا نشه، روی ردستون اسپا شه، واسه همین یه بلاک بر روی ردستون هم بذارین. چرا؟ چون همونطور که می‌بینید ما می‌خوایم مثلا اسلب رو سمت پایین میذاریم، همونطور که هر کار کنیم ما این بلاک با یه فاصله میاد، یعنی باعث میشه که هیچ مابی اسپا نشه، چون یه بلاک کامل نیست و باید ما تمام اینجا رو بلاک بذاریم اسلب بخشید تا هیچ کلیکی جای دیگه اسپان نشه. خب تنها فقط یک چند کاری که این فارو کامل بشه. می شما اینجا رو خب یک اینطوری حتما باید از این چوبا باشه. بعد قلب این کلیکینگ ها اینطوری میشه و حتما باید روشون سمت بالا باشه، همچنین روشن شد، یعنی داره درست کار میکنه و توری بعد یکی در میون بذارین و روی اینا باید اسلب بزنین که تا اسپان نشه. و حالا میبینه باید قسمت جمع آوری خیلی ساده، فقط یه دونه از اینا آپر و چست و بعد همینا رو میخواد. حالا ردستون و بلاک هم میخواد، ردستون و بلاک هم برداریم بریم بالا. شما میین زیر این بلاک، زیر این دوتا رو میکنی. خب میین اینجا هم یه بلاک میزنی. اوکی، یک هاپر به این پایین میزنی، بعد اینو میای میکنین زیر هاپر، بعد اینطوری به این صورت. بعد جلوی این همین هاپر یه دونه از این ریپیتر ها میذاریم، فکر کنم اصلاش. بعد اینجا رو میای اینطوری میذاریم، حساب کن میان اینجا یه بلاک میذاریم، بلاک زیرش رو خراب روش میان یه دونه رسون تورچ میذاریم، به این رسون تورچ یه بلاک میذاریم، یه دونه رسون اینجا و اینم میزنیم، یعنی روشن شد. بعد یک دونه پاور ریل برمیداریم و روی این هاپرمون میزنیم. بعد میایم اسلبم
میذاریم توی اسلپ سارت. حالا آره بعد ماین کارتمون رو اینجا میذاریم. وقتی ما یه بلاکی بندازیم، خب مثلا ما 6 تا چوب میندازیم، جمع میکنه و میاد اینجا و وقتی خالی کنه میره. این تیمونی خالی کرد و میره. و الان فارم ما الان تکمیله. اینجا رو میتونیم مثلا اسلپ بذاریم. خب اسلپ به پایین و اوکی. الان باید تایم بازی رو شب کنم. قبلش میتونیم مثلا اینجا هم یک کم نورم بذاریم که روشن باشه، قد تاریک نباشه. حالا تایم بازی رو شب میکنم و سروایول بکنم، بعد تایم بازی رو شب میکنم. اوکی همچنین اینا اسپام شد، اصلا مهم نیست روشن باشی یا نه. تکون میخوریم که بقیه هم اسپام بشن. اوکی که بعد 20 تا اینجا اسپام میشه. یه نکته ای هست، وقتی ما به کلیکینگا نگاه کنی ما رو نیزن، اما برگردی تکون میخورن و ما رو نیزن. نگاه کنی ثابت وای میستن توری. حالا من تکون بخورم نگاه نکنی که تکون بخورن که بقیه شون اسپام میشه. آقا حله، ما میان یه گوشی جمعشون میکنیم اینطوری، بعد اینطوری با شمشیر میزنیم. بهتر ما این دوتا بلاک رو که اینا بیشتر اذیت رو میکنه. خب اینطوری میان اینطوری میزنی. خب همطور که اینجا رزینا جمع میشه و وقتی ما این دکمه رو بزنیم رزینا میفتن پایین. بعد اینجا بلاک چوب نیست، درست کنم. من دیگه تا صبح بیدار میمونم میزنم. اوکی ببینم چقدر جمع میشه. الان همطور که بینید تا فعلا 16 تا جمع شده و همطوری اینا رو میزنم اینا چقدر جمع میشه تا صبح. دیگه داره صبح میشه و تا وقتی که اینا برن توی لونهاشون من همطوری میزنم ببینیم چقدر جمع کرده. اوکی اینا رو هم برمیداریم. الان ببینید یه شب تا صبح من گرفتن زدم. یو علی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 استک و 5 تا جمع کرده. چی 12 دقیقه که من گرفتن زدمشون. اما ببینم دقت کنید که شمشیرم خیلی دمیج خورده، پس یه دونه آنبریکینگ 3 براش بزنی. و آره اینم از این ویدیو بوده. خب و امیدوارم اگه از این ویدیو خوشت اومد این ویدیو رو لایک کنی، کامنت هم بذارین و کانال من حتما سابسکرایب کنی تا از این آموزشای کسب رو بهتون یاد بدم. برای آموزش دیگه که میخواستین بگین درست کنه. و همین فارم که گفتم، همونطور که گفتم برای جاوا کار میکنه هم برای بدراک. و تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.